افتضاح ترین بالم لبی که تا حالا واسش پول دادم میرسه به این برند اسکین شیک. حدود 4-5 میلیون تومان بالم لب روی میزمه، همه‌شو تست کردم، اما از بین این همه بالم لب قراره 4-5 تاشو بهتون معرفی کنم که تهیهش بکنید تا آخر ویدیو همراه باشید. اولین بالم لبی که میخوام براتون معرفی کنم هر تاشون از برند ویدیو. من دو تا رایحه روز اگر اشتباه نکنم و گوجی بی رو دارم که یکی حالت صورتی طور داره، یه خورده قرمزه. قرمزی این یه مقدار میشه گفت زیاده ولی این رنگ ملیحی داره. بافتش خوبه، به درد کسایی میخوره که خشکی لب آنچنانی ندارن، صرفا میخوان که یه رنگی به لباشون بدن و یه بالم لبی استفاده بکنن. در کنارش چیزی که من زیاد از این بالم لب دوست نداشتم حجم کمش بود، یعنی خیلی زود تموم میشد. به خاطر بافت نرم و روونی که داره خیلی زود تموم میشه. حجم آنچنانی هم نداره. مثلا برای منی که تقریبا هر روز از بالم لب استفاده میکنم هولوش 1-2 ماه جواب داد. و در آخر چیزی که برای من خیلی مهمه توی بالم لب پکیجینگ با کیفیته که ویدیو پکیجینگ خیلی با کیفیتی داره، کامل درش چفت و بس میشه. دومین بالم لبی که میخوام بهتون معرفی کنم از برند هیدرودرم. هیدرودرم شما میتونید حتی دیگه توی سوپرمارکت ها هم پیدا بکنید، انقدر که همه جا میبینیدشون. من یه مدل مدیکال دارم، یه مدل رنگی. مدیکالش یه مقدار بافتش سفته، مثلا توی فصل سرد مثل زمستون اگه بخواید با خودتون ببرید بیرون بندازینش توی کیفتون خیلی روون کشیده نمیشه، مثلا خیلی سفته. اون چیزی که شما یه بالم لب رو میخواین بهتون نمیده. در این معنی که بالم لب استفاده میکنم، یعنی خیلی استفاده میکنم، زیاد بافت خوشایندی نداره. یعنی اینجوری نیستش که من برم توی داروخونه بخوام دوباره اینو تهیه بکنم، به خاطر همون بافت سفت و مومی طوری که داره تقریبا روی خشکی لبم آنچنان تأثیری نداشت. بالم لب بعدیمون که مدل رنگیش میشه، اینم از برند هیدرودرم، یه رنگ زرشکی طور داره، رایحه‌ش هم چریه، چری بلاسمه که میشه شکوفه گیلاس و برق میندازه روی لب. اینو بهتون بگم حتما رنگش خیلی زیاده، بیشتر به درد این میخوره که شما میخواید برید بیرون ازش استفاده کنید، نه مثلا توی خونه، چون کامل بالشتون و لباستون رو رنگی میکنه اگه به جای برخورد کنه. حجمش هم به نسبت خوبه. نقطه ضعفش پکیجینگشه که خب خیلی راحت میبینید که میافته و کنده میشه، یعنی خیلی زودم میشکنه. اینم بهتون بگم در کل بالم لب خوبیه، راضی کننده است، اما اینجوری نیستش که من بخوام برام دوباره تهیهش کنم. شاید مثلا یه روزی شما رایحه توت فرنگی رو خیلی دوست دارم برام توت فرنگیش هم تست کنم، اما اینجوری نیستش که خیلی دوستش داشته باشم. بد نیست. اگه خشک لب آنچنانی ندارین کارتون رو راه میندازه. برند بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم برند آریوکیه. این بالم لب تقریبا میشه گفتش که تازه توی بازار اومدن و من خیلی این برند رو دوست دارم. هم بالم لبش هم محصولات دیگه‌اش. بالم لبش که فوق العاده است. من یه رایحه توت فرنگی و یه رایحه نارگیل دارم. رایحه گیلاسش هم داشتم که الان اینجا نیستش، که خب گیلاسش که رنگش میشه گفت قرمزه، توت فرنگیش هم رنگ صورتی ملیح داره. بافتش خیلی نرمه روی لب، خیلی راحت کشیده میشه، به درد کسایی که خشکی لب دارن هم میخوره، اصلا باعث ترک روی لبتون نمیشه، حساسیت‌زا نیست. در کل بالم لب فوق العاده است. و رایحه نارگیلش که یعنی رنگ خاصی نداره، بیرنگه، به درد کسایی میخوره که دوست دارن بالم لبشون بیرنگ باشه. بوی فوق العاده‌ای داره، یه بوی نارگیل، یعنی یه بوی طبیعی از نارگیل داره، بوی اسانسی نیستش. و اینکه حجم خیلی خوبی دارن. تنها نقطه ضعفش پکیجینگشه که اینم راحت خراب میشه و دیگه چفت نمیشه. اما اگر میخواید که یه بالم لب ایرانی داشته باشید که قیمت خیلی خوبی هم داشته باشن، این دوتا بهترین انتخاب میتونن باشن. من اینو بارهای بار شارژ کردم و دفعه بعد هم حتما شارژش میکنم. بالم لبای بعدیمون از برند معروف لبلو ان. قطعا همتون یک بار این برند رو شنیدین یا حداقل یک بار ازش استفاده کردین. من یه رایحه چری دارم اگر اشتباه نکنم که آلبالو باید باشه. آره، یه دونه چریه، یه دونه هم سافت روزه. من این مدل چریشو خیلی دوست داشتم. رنگ خیلی خوبی داره، یه رنگ قرمز ملیح داره، خیلی زیاد نیست مثل این مدل هیدرودرم. بافتش خیلی خوبه، روون روی لب کشیده میشه، به درد کسایی که خشکی لب آنچنانی ندارن میخوره. کلا برند لبلو این مدلای عادیش اینجوریه که به درد کسایی که خشکی لب آنچنانی ندارن میخوره. یعنی اگه خیلی خشکی لب دارین پیشنهاد نمیکنم طرفش برید. برای استفاده روزانه میخوره و این مدلش من خیلی دوستش داشتم، اوکی بود. شاید دوباره بخوام شارژش بکنم، اما این مدل لبلو، مدل سافت روزش اگر اشتباه نکنم، آره، افتضاح بود. یعنی رنگ خیلی بدی داشت. من حس می‌کردم که این رنگی نداره، چون اگه بخواید، حالا اینم تموم شده، چیزی هم ازش نمونده که بخوام بهتون نشون بدم، ولی حس می‌کردم که رنگی نداره. یعنی خیلی باید کم رنگ باشه، اما روی لب یه رنگ سفیدی میذاشت. یعنی لباتون رو کامل بیرنگ و بیروح و سفید می‌کرد، باعث می‌شد که لبتون کامل پوست پوست بشه، اون حالت نرم و لطافت خودش رو از دست بده. بافتش هم تیکه تیکه میشد روی لب. من اینو اصلا دوستش نداشتم. هر چیزی که خیلی خوب بود بوش بود که به کارم آنچنان نمیومد و به زور از این بالم لب تا آخر استفاده کردم. یعنی تا آخر استفاده کردم که به شانس بدم، اما همچنان
بد بود. خوبی لبالو اینه که پکیجینگ خیلی خوبی داره، محکمه، نمیشکنه و به نسبت قیمتی که داره میشه گفتش که بد نیست. اگر که حالا این رایحه‌شو تهیه کنید، چون من رایحه‌های دیگه‌شو تست نکردم به جز این صاف رزه، این یکی رو دوست داشتم، این یکی واقعا بد بود، خیلی بد بود. بالم لب بعدیمون از برند خوب آردناتوپیاس، یه بالم لبیه که به در کسایی میخوره، خشک لب خیلی زیادن، اگزما دارن، کامل میتونه ترک لبتون رو برطرف بکنه، التیام بخش لب، یعنی اگه حساسیت لب دارید میتونید ازش استفاده کنید. من موقعی رو تهیه کردم که به یکی از این محصولاتی که اینجا حالا جلوتر بهش میرسیم حساسیت شدید داشتم و وقتی که اینو زدم تقریبا میشه گفت توی یک روز یا یه روز و نیم کامل مشکلم برطرف شد. بافتش برای منی که دوست دارم اون بافت کرمی و یه کوچولو سنگین از اون نظر که مثلا وازلینی باشه، نه، یه بافتی داشته باشه که روی لبم بیاد کامل حسش بکنم رو داره، خیلی دوستش دارم. خوبی این بالم لب اینه که اصلا باعث سفیدی لب نمیشه، پس نگران این موضوع نباشید. هم خانوما میتونن استفاده کنن هم آقایون. پکیجینگ خیلی خوبی داره. تنها ایرادی که میتونم ازش بگم یه خورده قیمت بالاشه، اما اگه قرار باشه که بین این همه بالم لب بهتون یه بالم لب رو معرفی بکنم که در هر شرایطی تهیه بکنید، اگر که خشک لب یا ترک لب دارید، قطعا از برند آردناتوپیاس، چون خیلی میارزه. با اختلاف افتضاح ترین بالم لبی که تا حالا واسش پول دادم میرسه به این برند اسکین شیک. من محصولات دیگه‌شو تست نکردم، اگر شما تست کردید توی کامنت‌ها بهم بگید که محصولات دیگه‌ش چجوریه، اما بالم لبش افتضاح، یعنی بدترین بالم لبی بود که تا جهنمی ترین بالم لبی بود که من تا حالا تستش کردم. من اینو زمانی خریدم که حساسیت لب داشتم، می‌خواستم یه بالم لبی داشته باشم که نه بو داشته باشه نه اسانس داشته باشه و اینو به من داروخونه معرفی کرد. از اون طرفم توی حالا سوشال مدیا و اینا زیاد دیده بودم این بالم لبو، ولی خب قیمتش همیشه غیر منطقی بود به نسبت بالم لبایی که اون زمان توی حالا فروشگاه دیگه بودش. مثلا اینو من هولوش 6 ماه پیش یا 7 ماه پیش 250 گرفته بودم، با اینکه بالم لبا اون موقع انقدر نبودن، شاید بودن نمیدونم، من توی تخفیف میگرفتم. بافتش یه حالت خیلی چرب داره، یعنی زمانی که شما میزنید بلا فاصله احساس خشکی خیلی شدید میکنید. نمیدونم به خاطر بافتشه به خاطر چیه، نه که لبتون کامل خشک بشه، اتفاقا اون چربی رو داره، ولی اون حس خشکی اصلا از بین نمیره که هیچ. بیشترم میشه باعث میشه لبتون ترک بگیره، پوسته بشه و بوی افتضاحی که داره، اصلا بوش غیر قابل تحمله. شما اگه وازلین بزنید به لبتون قطعا خیلی نتیجه بهتری میگیره، یعنی بافتش از وازلین بدتره. با اینکه من بافت وازلین رو توی حالا بالم لبه که نه، کلا بافت وازلین رو دوست دارم برای لبم، بدم نمیاد، اما میدونم که اون فایده که بالم لب رو داره نداره. این همونم نداره، یعنی یه چیز پایین‌تر از وازلین اصلا ازش خرید نداره. یه نکته دیگه هم که هست اینه که من توی بالم لبا بین این همه بالم لبی که تا حالا تست کردم اینو ندیده بودم که تاریخ مصرف 6 ماه، معمولا اکثرا همشون 12 ماه، این یکی 6 ماهه. نمیدونم اینو چه جوری میتونید تو این 6 ماه تمام بکنید، خیلی بد. بالم لب بعدی که داریم بالم لب اویوره. من اینو توی داروخونه دیدم و از پکیجینگش خیلی خوشم آمد، برام خیلی جالب بود، حالا ندیده بودم این شکلی و خریدمش. اون موقع که میشه 1 سال خورده پیش من هولوش 200 تومن واسش پول دادم و این هم جزو آشغال‌ترین بالم لب‌هایی بود که تا حالا تست کردم. بافتش خیلی سفته، یعنی پوست لبتون از جا میکنه که بخواد یک کوچولو اپلای بشه، مگر اینکه من مثلا یکی از ترفندایی که میزدم بتونم ازش استفاده کنم اینو میذاشتم توی آفتاب ذره آب بشه بعد ازش استفاده میکردم. توی اون شرایط شاید یه خورده بالم لب خوبی بود، ولی کامل مشخصه که اون مقدار مومی که توش به کار رفته خیلی زیاده و اصلا خوشایند نیست. اون حالت مومی پارافینی طوری رو داره. زمانی که حتی آب هم میکردم که بزنم به لبم یه جای سرد میرفتم لبم میبست، سفت میشد، خیلی وحشتناک بود و اینکه من اینو تا آخر استفاده نکردم، تقریبا یه ذره داره. الان که بوش میکنم بوی خیلی بدی میده، اصلا بوی خوبی نمیده، احتمالاً تاریخ مصرفش هم گذشته، ولی خب بالم لبی نبود که من دوستش داشته باشم. روی پکیجینگش نوشته بود که یعنی کامل عکسای توت فرنگی و اینا رو داشت، نه رایحه توت فرنگی داشت نه رنگ خاصی داشت، کاملا بیرنگ بود. روی لب هیچ بویی هم نمیاد، بوی هیچی میاد، شاید یه ذره بوی مثلا مواد روغنی میداد، ولی بوی توت فرنگی اصلا. اینم ارزش خرید نداره، احتمالاً الان باید قیمتش 300 خورده 400 تومن باشه. کلا بالم لبای اویور اصلا انتخاب من نیستش. بالم لبای بیولی که از اون بالم لبایی که من واقعا دوستشون دارم، هر جا که بالم لبای بیولو دیدید تهیه کنید. اگر خشک لب دارید، اگر که دوست دارید به عنوان یه بالم لب روزانه استفاده کنید، فرقی نمیکنه، تهیهش کنید، چه خانومی چه آقا. حتی مدل مردونه هم داره که من اون هم بهتون پیشنهاد میکنم. دو تا رایحه داریم اینجا، رایحه تمشکش و بالم لب مدیکالش که ازش هیچی نمونده. کلا از این دو تا یه خاطره مونده، هیچی نیست روی پکیجینگشون، ولی مدل تمشکش رنگ خیلی ملیح و بنفشداری داره واسه کسایی که این رنگو دوست دارن. خیلی گزینه خوبیه، بوی خیلی خوبی داره، اصلا حساسیت
غذا نیست، راحت روی لب کشیده میشه، بافتش خیلی خوشاینده و اصلا باعث ترک و خشکی لب نمیشه. یکی از نکته‌هایی که توی بالم لب من خیلی بهش توجه میکنم اینه که بالم لبی که استفاده میکنم اون حالت پوست شدن لب رو به من نده. یه حالتی که میگن انگار لب داره خودش رو دوباره ترمیم میکنه واسه همین پوست قدیمیشو میندازه، من اینو اصلا دوست ندارم و این بالم لب اصلا اون حسو به من نداد. چه این چه آریوکه یا آرداناتوپیا، هیچ کدوم از اینا این حسو به من ندادن، واسه همین جزء بالم لبای مورد علاقه‌مه. و مدل مدیکالش که هیچ رنگی نداره، بویی نداره، یه مقدار بوی نعنایی طور داره که من اون بوشو خیلی دوست دارم. بالم لب فوق‌العاده‌ای برای کسایی که لبشون حساسیت داره، ترک لب دارن، نمیخوان که رنگ خاصی داشته باشه، یا حتی آقایون میتونن ازش به راحتی استفاده کنن. یه نکته خوبی که بالم لبای بیول داره اینه که این دوتا SPF داره. فکر می‌کنم SPFشون 15 باید باشه اگر اشتباه نکنم، روی اینا عملاً مشخص نیست. چه حالت مدیکالش چه حالت رنگیش هر دوتاشون SPF دارن. این دوتا بالم لبای مورد علاقه منه. دوتا بالم لب دیگه بالم لب دیپ سنس و گابرینیه. اول میریم سمت دیپ سنس. دیپ سنس بالم لب افتضاحی بود، اصلا کامل کشیده نمیشد، یه بوی پارافینی طور، بوی مداد شمی میده، اینطوری بهتون بگم، اصلا هم راحت روی لب کشیده نمیشه. اینم پوست لبتون رو میکنه تا بخواد یه کوچولو اپلای بشه. پکیجینگش که افتضاح، یه رنگ تقریبا ملیحی داشت، یعنی رنگی میداد اگه اپلای میشد، ولی خب اونقدر کاربردی نبود. من دوست نداشتم این بالم لب و رایحه‌های دیگه‌شو تست نکردم. این یکی هم فکر کنم تروپیکالش باشه اگر اشتباه نکنم، چیزی ازش نمونده، ولی خب من دوست نداشتم. و بالم لب بعدی که برند گابرینیه، میدونم که این برند زیاد برند خوبی نیست، مثل اینکه یعنی جایدان شنیدم که برند خوبی نیست، ولی من این بالم لبو خیلی دوست داشتم. طعمش وانیلی بود، اینم SPF داشت، واقعا بالم لب خوبی بود، یعنی کامل لبو مرطوب می‌کرد، اصلا باعث ترک لب نمی‌شد، بوی خوبی داشت، اون حالت پوست رو اصلا ایجاد نمی‌کرد. من اینو دوستش داشتم. الان که دیگه توی بازار خیلی کم پیدا میشه، من که نتونستم راحت پیداش کنم. اگر که با این برند مشکلی ندارید میتونید تهیه کنید، چون من اینو خیلی دوست داشتم. یه بالم لبی که اینجا ندارمش و نمیدونم کجاست، بالم لب ویکتوریا روز، از این حالت فشاریا بود، یعنی تیوپی بود. حالا تصویرشو براتون اینجا میاریم. بالم لب ویکتوریا روز هم جز اون بالم لبایی بود که من اصلا دوستش نداشتم. مثلا روی باکسش، روی خود بسته‌بندیش حالت چری و توت فرنگی و کاکائو اینا داره، ولی هیچ بویی نمیده عملا، یعنی هیچ بویی نمیده. این هم مثل بالم لب اسکینشی همون باف رو داره، باعث خشکی لب میشه، انگار هیچی به لبت نزدی، اون بوش هم کامل اذیت کننده است، انگار هر دو تاشو یه جا پر می‌کنه، یعنی بافت و تکسچرشون دقیقاً عین هم بود. و در آخر میرسیم به این محصول، ماسک لب شب ژنوبیوتیک. من این ماسک لب رو حدود 1 سال خورده پیش یه بار تست کرده بودم، خیلی دوستش داشتم، خیلی خوب بود، واسه همین دوباره گرفتم، یعنی خواستم که تهیه‌اش بکنم. من اینو به عنوان بالم لب هم تست می‌کردم، یعنی استفاده می‌کردم، شبا قبل خواب هم می‌زدم. من اینو خیلی دوست داشتم، بافتش خیلی خوب بود، لبو خیلی خوب نرم می‌کرد، اما بعد چند بار استفاده باعث شد که به شدت لبم حساسیت بده. یه دندونای قرمز روی لبم می‌زد و باعث التهاب و خارش شده بود، طوری که دیگه از خودم بدم میومد. ولی همچنان خیلی دوستش دارم میخواد دوباره تست کنم ببینم آیا حساسیت میدم یا نه. اما اگه شما میخواید این محصول رو تهیه کنید، چون قیمتش یه مقدار بالا سلام، فکر میکنم دیگه الان هولوش 1 تومن اینا باشه. اون موقعی من تهیه کردم 700 تومن بود، الان حس میکنم همون 1 تومن ایناست. اگه میخواید تهیه کنید مواظب باشید الکی پولتون رو دور نریزید، ممکنه که حساسیت بدید، چون این اولین، یعنی خودم اولین کیسی نبودم که بهش حساسیت دادم. در کل من اینو خیلی دوست دارم. اگر که حساسیت نمیدید بهش، خوش به حالتون. از بین 4-5 میلیون تومان بالم لبی که روی میزمه، اگر قرار باشه به 5 تاش رتبه بدم، رتبه 5 میرسه به هیدرودرم و لابلو، رتبه 4 میرسه به برند ویدیو، رتبه 3 میرسه به برند بیول، رتبه 2 میرسه به برند آرداناتوپیا و رتبه اول که من بارها شده شارژش کنم و دوباره هم شارژش میکنم میرسه به برند آریوکی.